فهمیدم شوهر 30 سالم همجنسگراست. دیشب زندگیم از هم پاشید. شوهرم که همه میشناسنش به عنوان یه مرد مردونه، کارگر ساختمون، هیکلی، عاشق فوتبال، همون کسی که فکر میکردم همه چیزو دربارش میدونم. چند وقت بود حس میکردم یه چیزی سر جاش نیست. دیر میومد خونه، میگفت پروژه ساختمون طولانی شده، همش سرش تو گوشیش بود. منم ساده لوحانه فکر میکردم فقط استرس داره. ولی هفته پیش طاقت نیاوردم. وقتی توی همون بود گوشیشو برداشتم. باورم نمیشد. پر از چت و عکس با مردای دیگه بود. حتی سلفیاشونو دیده بودم. بغل هم، روی تخت، لبخند روی صورتش، عکسایی که من هیچ وقت ازشو ندیده بودم. حتی نوشته بود باهاشون رفته مهمونی مخصوص همجنسگراها. اون لحظه قلبم وایساد. شب که برگشت همه چی رو ریختم جلوش. اولش زد زیرش، ولی بعد از گریه و لرزیدن اعتراف کرد. گفت که همجنسگراست و سالها داشته نقش بازی میکرده. ازدواج با من فقط یه تلاش بوده برای داشتن یه زندگی عادی. گفت دیگه نمیتونه ادامه بده. انگار همه چیزایی که 5 سال براش ساختم توی یه لحظه دود شد. از یه طرف قلبم شکسته از خیانتش. از یه طرف نگاهش پر از درد بود. مردی که سالها خودش رو قایم کرده بود. تصمیم گرفتیم جدا بشیم، ولی هنوز نمیدونم چطور باید از این باطلاق بیام بیرون. همه ی رویاهام باهاش نابود شد. همش از خودم میپرسم چطور باید با این درد کنار بیام؟ چطور باید زندگی جدیدم رو شروع کنم وقتی همه ی چیزایی که فکر میکردم واقعی بوده یه دروغ بوده؟ حتی اگه خیلی ازش حمایت کنن چون خود واقعیشو پیدا کرده، نذار این باعث بشه کارایی که کرده رو فراموش کنی. فارغ از این که چه گرایش جنسی داره، اون بهت خیانت کرده و رابطت رو خراب کرده. فارغ از حسی که بهش داری، این کارش اشتباه بوده و قابل قبول نیست. من خودم همجنسگرا هستم و یادمه یه بار پارتنرم بهم گفت که همجنسگرا نبوده و دروغ میگفته. دردش خیلی زیاد بود، هیچ وقت از یادم نرفت. ولی یادت باشه مشکل خیانت کردنشه، نه همجنسگراییش. روی پیشرفت خودت تمرکز کن و همه چیزو فراموش کن. خیلی بی‌انصافی کرده که ازت به عنوان یه موش آزمایشگاهی استفاده کرده تا بفهمه زندگی با فرد غیر همجنسگرا رو میخواد یا نه. تو باید با عصبانیت و غم کنار بیای. به نظرم رابطه رو هرچه سریعتر تموم کنی و زندگی تو ادامه بدی. واقعا رفتارش احمقانه بود که این مسیر رو با تو رفت. آخ، اون ازت سوء استفاده کرد، دروغ گفت و خیانت کرد و تو هنوز نسبت بهش دلسوزی میکنی. یک شبه که نفهمیده همجنسگراست، از اول میدونسته، فقط تو رو احمق فرض میکرده. من الان دقیقاً همین حسو دارم که دارم اینو مینویسم. شوهرم بعد از 11 سال ازدواج به هم گفت که بایسکشواله. ولی اخیراً نشونه‌هایی نشون داده که انگار کاملاً همجنسگراست. پشت سرم کارای پنهانی کرده، با بقیه چه مرد چه زن در مورد داشتن رابطه حرف زده و وقتی ازش میپرسم همه چی رو انکار میکنه. خیلی تو حرف زدن مشکل داره و مدت زیادی فکر میکردم دارم دیوونه میشم. خیلی دردناکه که همه چی و این همه سال ازم پنهان کرده و حتی چند سال پیش به مادر بزرگ مریضم دروغ گفته که همیشه کنارم خواهد بود و عاشق من خواهد بود و هیچ وقت به من آسیب نمیزنه یا دروغ نمیگه. ما 2 بچه هم داریم و همین موضوع باعث میشه فکر طلاق سخت‌تر باشه، چون میترسم دیدشون نسبت به پدرشون خراب بشه. حس خیانت شدیدی دارم و تنها چیزی که میتونم فکر کنم اینه که زندگیمون چقدر خراب میشه اگه ازش جدا بشم. واقعاً گیج و درهم هستم. فکر میکنم شاید از من برای اینکه تو اجتماع قبول بشه هم استفاده میکنه.
خیلی ممنون که ویدیو رو دیدین. توی کامنت ها نظر خودتون رو بنویسید. یادتون نره بقیه ویدیوهای کانال رو هم ببینید. دوستتون دارم. فعلا خدافظ.